25 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در ادامه سفر کاری در ناحیه جیهون بینای علاوگی برای 480 خواننده در دو بست در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 در کوچه بهار شهرک دوستی را به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات نوی ساحه معارف از دو آشیانه عبارت بوده در دوره توجه و غمخوری های معارف پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمون جهت تربیت درست نسل نورس و دانش اندوزی با طرح زیبا و جوابگو به طلبات زمان معاصر بنیاد گردیده است. با تشبث به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در نزد مؤسسه تحصیلات میانه رقم 1 ناحیه جیهون بینای علاوگی عبارت از 10 صنفخانه برای 480 نفر خواننده در دو بست مورد استفاده برای قرار داده شد. گشوده شوی بینای علاوگی باعث گردید که نارسایی جای نشست برطرف گردیده خوانندگان در شرایط خوبی تعلیمی درس‌ها را از خود نمایند. ما اهل آموزگاران با این همه غمخوری و پیشوای معظم ملت میnnت‌داری صمیمی خود را بیان نموده خوانندگان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی و از خود نمودن علم‌های طبیعی ریاضی، آموزش زبان‌های خارجی، تعلیم و تربیت نموده وظیفه‌های به ذمه خود داشته را سربلندانه اجرا می‌نماییم. طبق اطلاع مسئولین ساختمان بینای علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 در دوره همکاری با شریکان رشد در اساس لایحه تجدید و ادامه ساختمان مکتب‌های میانه سال 2022 در مساحت عمومی 960 متر مربع آغاز گردیده در مهلت پیش بینی گردیده با صفت بلند و استفاده از محصولات بلند صفت وطنی به انجام رسانیده شد. همچون یک فتح تازه‌تر خوش آمدید، همچون باغی پرثمر خوش آمدید. ما شما را انتظاری داشتیم، باز یک بار دیگر خوش آمدید. بینای نو زمانوی از 10 صنفخانه تعلیمی از جمله صنفخانه شیمیا، فیزیکا، بیولوژیا، تکنولوژی اطلاعاتی، زبان و ادبیات تاجیک، زبان‌های خارجی و حجره‌های کاری برای آموزگاران عبارت بوده تمام صنفخانه‌ها با عیونیت‌های دانش اندوزی مجهز می‌باشند. طور ذکر گردید مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 سال 1968 ساخته شده برای 682 خواننده پیش بینی شده بود و بنابر زیاد شدن شماره خوانندگان ضرور شمرده شد که بینای علاوگی ساخته شود. حالا در این مؤسسه 2080 خواننده تحصیل می‌نماید. با مورد استفاده قرار گرفتن بینای نو علاوگی تعلیمی شماره آموزگاران در مؤسسه مذکور به 81 نفر رسانیده شد. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 همچنین خوانندگان 18 گروه پوره با زبان روسی تحصیل علم نمایند. От имени учеников школы номер 1 выражаю вам искреннюю благодарность за открытие нового школьного здания и постоянную заботу о нашем образовании. Обещаем хорошо учиться с глубоким уважением, признательностью. در انشاءات نو زمانوی برای انکشاف ذهنی کودکان از خود کردن دانش‌های زمانوی و مشغول شدن آنها به بازی‌های گوناگون شوق‌آور نیز شرایط خوب فراهم آورده شده است. Good day, my name is Milana. I'm 12. I'm class 6A. I'm study at school number 1. English is fine, I like to say. New work and songs every day. I speak, I read, I love to wait. Learning English feels so great. آموزگاران و خوانندگان ناحیه جیهون از شرایط خوبی فراهم گردیده در این مؤسسه تازه بنیاد با خوشنودی استقبال نموده به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون اظهار منتداری بیان نمودند. همه صنفخانه‌های بینای نو تعلیمی در فصل سرما با تجهیزات معاصر طریق نظام گرمیدهی مستقل با گرمی پیوست میباشند که از غمخوری‌های پیوسته دولت و حکومت شهادت میدهد. پس از شناسایی با شرایط فراهم شده سرور دولت محترم امامعلی رحمون بنیاد چنین مؤسسه‌های نو زمانوی را نمونه خوبی دستگیری سیاست معارف پرورانه حکومت کشور معنی داد کرده به مسئولین جهت تربیت درست نسل نورس و آموزش زبان‌های خارجی دستور و توصیه‌های سودمند دادند.